خبرهای اقتصادی امروز 25 ینور در پیام تیوی. رئیس جمهور تاجیکستان از بخش بانکی کشور طلب کرد که برای استوار نگاه داشتن نرخ پول ملی چاره‌های مشخص اندیشیده شود. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور کشور در مجلس حکومت تاجیکستان امامعلی الرحمن به رهبریت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی و سهامی دستور داده که برای جلب سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد ملی خصوصا سرمایه مستقیم چاره‌های مشخص اندیشند. اینچنین رئیس جمهور تاجیکستان از بانکداران کشور طلب کرد که قرب اسعار ملی را در سطح استوار نگاه دارند و حجم قرضدهی، گزارش به معاملات غیر نقدی و به شکل پره الکترونیک گذرانیدن تمام مناسبت‌های مالیوی و بانکی چاره‌ها اندیشند. همزمان بانک ملی وظیفه‌دار شد که یکجا با تشکیلات‌های قرضی برای بهتر نمودن روند قرضدهی، زیاد نمودن حجم قرضدهی به ناحیه‌های دوردست کشور، توسعه فراگیری منطقه‌ها و دستگیری صاحبکاران خرد و میانه به خصوص در ساحه‌های صاحبکاری، استحصال و کشاورزی چاره‌های علاوه‌ای اندیشند. داروسازان تاجیکستان و ایران عزم دارند که استحصال مشترک مواد داروواری را به راه مانند. علاقه چند شرکت داروسازی دو کشور میان هم یادداشت به امضا رسانیدند. رهبران 5 شرکت استحصال دارو از تاجیکستان روزهای 16-21 ینور با مقصد آموزش تجربه شرکت‌های داروسازی ایرانی و به راه ماندن استحصال مشترک دارو به شهر تهران ایران سفر کردند. به اطلاع خبرگزاری از پولوس، شرکت‌های داروسازی وطنی سینا 2013، ویژه، آریا مدیکال، حلیم 2002 و تیب برای شما می باشند که نمایندگان آنها ضمن سفر به تهران به استحصال دارو با چند شرکت ایرانی شرطنامه همکاری به امضا رسانیدند. نرخ آرد، یکی از محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان، در مقایسه به یک هفته گذشته 1% ارزان شده است. برنامه جهانی عضوقواری سازمان ملل متحد که وضع بازارهای تاجیکستان را مشاهده می کند، در ارزیابی نوی خود از 23 ینور گفت سبب پایین آمدن قیمت ها افزایش واردات بیشتری آرد از خارج می باشد. در عین زمان ارزش 50 کیلو آرد نوع یکم 350 سومانی را تشکیل می دهد. همچنین قیمت گاز در مقایسه به یک هفته گذشته 16% پایین آمده است. پایین آمدن قیمت سوزشواری عین زمان به کاهش نرخ دیگر محصولات در تاجیکستان مساعدت می کند. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سومانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 25 ینور اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان، ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سومانی و 85 درم است. این نهاد قرب میانه فروش $100 ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1027 سومانی و 12 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1116 سومانی و 99 درم نشان داده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن $1940 و 52 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های لندن $86 و 60 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک $80 و 42 سنت معامله شد.